مسابقه اساسیت فوتبال آسیا مرکزی اوید به فوتبال میان جوانان تا 19 ساله به انجام رسید. در بازی‌های حل کننده دور آخر ابتدا ازبکستان با افغانستان وارد میدان گشت. این رقابت برای افغانستان هیچ ارزشی نداشت، ولی جوانان افغان چنان بازی کردند که آنها برای قهرمانی می‌جنگند. آخرین مذکور با حساب مساوی 1-1 به انجام رسید. اسلدین تورسون پولاتوف در دهه اول حساب را به نفع ازبکستان بازنمود، ولی 10 دقیقه بعد حسیب الله احدی توانست توازن را برقرار بکند. نوابسته از آن که حسیب الله گل امتیازآور را زده باشد، بهترین بازیگر میدان دروازه‌بان فیصل سعید انتخاب گردید که از حملات بیشمار حریف دروازش را ایمن نگه داشت. این مساوی باز یک شانس خوب برای تیم جوانان کشوری ما گشت. بعد رقابت ازبکستان و افغانستان در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه، تیم‌های منتخب تا 19 ساله ایران و تاجیکستان برای مقام اول رقابت نمودند. بعد مساوی ازبکستان برای قهرمانی تیم جوانان ما را حتی مساوی قانع می‌کرد، ولی بازی خیلی کشاد نشان دادن و فارغ بالی حمایتگران و از حد زیاد به خود باور داشتن دروازه‌بان به گل‌های تیزکار آورده رساند. محمد امین حزبوی در دقیقه دهم حساب را باز کرد. 5 دقیقه بعد سعید سحرخیزان حساب را 2-0 نمود. تا به تنفس رفتن امیررضا اسلام طلب گل سوم جوانان ایران را معرفی نمود. امیررضا حتی خودش درک نکرد که این ضربه زده چگونه گل شد و با برتری 3 گل تیم ملی ایران فوتبال بازان به تنفس رفتند. در قسم دوم جوانان ایران قریب که به حمله نمی رفتند و تا دهه آخر رقابت بازی را نظارت می‌کردند و خلاص. 10 دقیقه ماندن تا به خاتمه رقابت، بازیگران نو به میدان وارد شده بازی را به خط حمله کشیدند و یک پنالتی کار کردند. امیر شاهین با آرامی کامل توپ را وارد دروازه سفرمد غفارov کرد. بیشتر از 6000 هواداری به ورزشگاه آمده مراتبه شاهد گلزنی سرخپوشان میهن نگردیدند. همین طرز آخری با حساب 4-0 به انجام رسید و منتخب جوانان ایران غالب مسابقه اساسیت فوتبال آسیا مرکزی گشت. بازی حساسی بود برای هم برای ما هم برای تیم تاجیکستان. حالا با توجه که نتیجه بازی قبل که ازبکستان مساوی کرد با افغانستان، خب ما میدونستیم که بازی سختی با تاجیکستان داریم، ممکنه به تفاضل گل هم بکشه و ما سعی کردیم بچه‌ها رو آماده کنیم به لحاظ ذهنی، به لحاظ فکری، با توجه به اینکه تیم تاجیکستان دنبال برد بود و خیلی بازی میکرد. ما استفاده کردیم از نقاط ضعف تیم تاجیکستان استفاده کردیم و به گل رسیدیم و واقعا از بازیکنان هم تشکر میکنم. بعداً با اشتراک نمایندگان فدراسیون فوتبال تاجیکستان و رهبریت اساسیت فوتبال آسیا مرکزی مراسم جایزه سپاری صورت گرفت. در ابتدای مراسم به منتخب قرقیزستان جایزه مخصوصی مسابقه تقدیم گردید. منتخب افغانستان صاحب جایزه فیر پلی گشت. حمله‌گر منتخب جوانان ازبکستان شهریار جباروف با 3 گل زده‌اش بهترین نشانزنی مسابقه گردید. مؤلف گل اول میدانداری تاجیکستان ایران محمد امین حزبوی بهترین بازیگر مسابقه اعتراف شد. بعدا مدال‌های برنجی مسابقه به بازیگران تیم جوانان ما تقدیم کرده شد. منتخب ما با شکست دادن تیم‌های افغانستان و قرقیزستان توانست 6 امتیاز کسب کند و این امکان فراهم آورد که حداقل مدال‌های برنجی از کشور بیرون نروند. نایب قهرمان مسابقه منتخب جوانان تا 19 ساله ازبکستان برای گرفتن مدال‌های نقره خود برآمدند. ملی پوشان ازبکستان در کل رقابت‌های مسابقه تنها یک پیروزی به دست آوردند و 3 مرتبه بازی‌هایشان مساوی ختم شد. در عموم مثل منتخب ما در خزینه‌شان 6 امتیاز بود و با بین‌نوبت گرفتن بازی‌های بین خودی ازبکستان نایب قهرمان مسابقه گردید و همینطور قهرمانان مسابقه منتخب جوانان ایران مدال‌های طلایی خود را به گردن آویختند. تیم ملی زیر 19 سال ایران در این مسابقه 2 پیروزی و 2 مساوی به دست آورد و این نتیجه توانست قهرمانی‌شان را در این چمپیونات تامین بنماید.